کورهای داخلی تاجیکستان در یک بیانیه ویژه که شب 29 اکتبر در سامانه رسمیش نشر شد اظهار داشت که معلومات درباره آنکه گویا در قلمرو تاجیکستان پایگاه حربی خطای بنیاد می شود به حقیقت موافق نیست و مسئله مذکور در روزنامه مناسبت‌های دو جانبه گذاشته نشده است. وزارت کورهای داخله همچنین اطلاع داد که در دایره سازشنامه همکاری این نهاد با وزارت امنیت جمعیتی خطای در زمینه انفراستراکچور موجوده دسته ملیت زودعمل ریاست مبارزه به ضد جنایت‌های متشکل وزارت کورهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان گذرانیدن مشق‌های تاکتیکی مشترک بین مقامات‌های حفظ حقوق تاجیکستان و خطای پیش بینی شده است. همه لوازمات ضروری و خراجات در وقت گذرانیدن مشق‌های مشترک از جانب جمهوری خلقی خطای پیشنهاد و پرداخت کرده می شود. تاکید شده است در بیانیه وزارت کارهای داخله. وزارت کارهای داخله تاجیکستان در حال خبر بنیاد پایگاه حربی خطای را در بدخشان رد می کند که روز 27 اکتبر بنا به گزارش رادیو آزادی معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالرحمن علمشاهزاده و وکیل پارلمان طالبخان عظیمزاده در اجلاسی مجلس نمایندگان طرح قرارداد را معرفی کردند که بر اساس آن خطای در وادی وخان در حدود نویه اشکاشم انشاءات نو می‌سازد. طبق سازشنامه رسانیدن کمک بی بازگشت برای بنیاد پایگاه دسته زودعمل وزارت کارهای داخلی در دره وخان پیش بینی شده است. نصب تجهیزات مخصوص در نظر است. تاجیکستان عهده‌دار است چین را برای آوردن تجهیزات از پرداخت انداز و گمرک آزاد نماید، گفته است علمشاهزاده. طالبخان عظیموف وکیل مجلس نمایندگان گفت پایگاه مخصوص مربوط وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده تمام دستگاه و تجهیزاتی که برای بنیاد پایگاه از چین به تاجیکستان وارد می شوند از باج گمرکی آزاد کرده می شوند. مبلغ ساختمان 55 میلیون یوان چینی برابر به تقریبا 100 میلیون سومانی پیش بینی شده است. خبر داده است عظیمزاده. بعد انجام اجلاسی طالبخان عظیمزاده در صحبت بدون میکروفون به آزادی گفته است که چین این پایگاه را برای تاجیکستان می سازد و در آن بنایی که ساخته می شود عائله های افسران تاجیک باید زندگی کنند. یادآور می شویم قبلا نشریه واشنگتن پست خبر داده بود که خطای از سال 2019 در شرق تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان یک پایگاه خرد نظامی ساخته است و نظامی های خطای گاه از این پایگاه برای خرید به بازار نویه مرغاب هم می رفتند. بعدا خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال در پی سفرشان به بدخشان خبر دادند که این پایگاه در منطقه مرغاب در موضع معروف به کریدور وخان تأسیس داده شده. در آن تعدادی از نظامیان خطای مستقر شدند.